أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا رحمن ولا رحيم غيره، ولا يعبد ولا يستعان إلا منه، ولا يحمد سواه، ولا رب ولا مربي إلا إياه، وهو هاد إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على أشرف الرسول ومرشد الكل صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى الدوام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبان محمد صلى الله عليه وسلم، مؤمنون که ما و شما افتخار با امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم. جشن مولود رسول الله صلی الله علیه و سلم از برای یکایک شما و در شخصیت شما برای تمام مسلمانان این دیار تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که پروردگار این محبت ها، عمل های خیر، سرسپردگی را از جانب ما و شما پذیرفته و به روح پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم رساند و روح آن حضرت را از ما و شما خشنود گرداند. واقعا جشن مولود نبوی محفل معرکه هست که خداوند بزرگ نزد بندگانش آشنا میگرداند، معرفی میکند تا بندگان از صفات ذوالجلال و الاکرام هرچی بیشتر و زایدتر آگاه گشته و محبتشو بیشتر گردد. جشن مولود جشن است که محمد صلی الله علیه و سلم از برای امتان معرفی میکند تا اینکه حبیب دلها را شناخته و محبت او را در قلب جا نموده و متابعت آن حضرت صلی الله علیه و سلم سرمشق حیات قرار دهند. واقعا اگر از صفات پیامبر صلی الله علیه و سلم آگاه باشیم، به خدا قسم عاشقش میشویم. هیچ جای پوشیدگی ندارد. هر شخصی که چه بدن اسلام درک میکند، از رحمت و مغفرت و نعمت و عطای پروردگار آگاه می شود، امکان ندارد که عاشق خداوند متعال نگردد. هر کسی که از صفات و از خدمات برجسته رسول خدا صلی الله علیه و سلم آگاه می گردد، امکان ندارد که عاشق شیفته رسول الله صلی الله علیه و سلم نگردد. این واقعیت دارد. سبحان الله. وقتی که هر نفر باشه، خواه مؤمن باشه خواه مشرک باشه، وقتی که صفات رحمت پروردگار حضرت خداوندی جل جلاله در نزدش کرده می شود، دلش آب می خورد. اگر خداوند هدایتش کرده باشد، ایمان می آورد. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم اول شخص است که نزد ما و شما صفات رحمانی را کرده است. خداوند به ما و شما معرفی کرده است. در حدیثی که هر بار می آید یک ورقش بر بگردانیم تا آشکار شود که سخن در موردی چی می رود. حضرت ابو هریره راوی امت اسلامی برای ما و شما از پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم حدیث را روایت می نمایند که پیامبر بزرگ فرمود: ان رجلین ممن دخل النار اشتد سیاحهما. دو مرد از اهل دوزخ، او کسایی که در دنیا سرکش بدن، مطیع نبودن، او کسایی که دست به فسق فساد میزدن و به امر پروردگار در دوزخ انداخته بدن، صدای گریه و ناله شو میگه بسیار بلند میشود. با علم با درد ناله و گریه میکنن. فقال رب تبارک و تعالی اخرجوهما. خداوند بزرگ و متعال میفرماید که کو همین دو نفر ببروره، چی در دارن یا چی داد و فغان دارن. وقتی خارجشان کردن، حضرت خداوندی میگه از اونا سوال میکند:
لأی شیء اشتد سیاحکما، چرا اینقدر صدا تو بلند شد؟ آخه مادام که صبری عذاب و عقوبت نداشتید بدبختا، چرا دست به فسق فساد زدید؟ چرا از راه حق منحرف شدید؟ چرا گریه و فیغان داره؟ گفتن فعلنا ذلک لترحمنا، پروردگارا با او خاطر گریه و فیغان میکنیم که تو ما را بآمرزی، رحمت و مغفرت کنی. رحمتی تو به انتهاست پروردگار. امید داریم که ما را از آتش جانسوز جهنم نجات بخشی. حضرت خداوندی در جواب می گفته است این رحمتی لکما ان تنطلقا فتلقیا انفسکما حیث کنتما من النار. رحمتی من میخواهی؟ امروز رحمتی من نسبت شما آن است که الحال هر قفا می روید و از همون جایی که برو آمده با سرکی می پری در قعر جهنم، با در همون دوزخ تانه می اندازی. برای شما دیگر چاره دیگر نیست. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم روایت میکند فینطلقان فیلقی احدهما نفسه، میگه آمدن سرکاشو خم، آبای دیده شو در رخساره ها جاری، یک نفرش میگه در حال خودش انداخت، از بس که الکی عذاب و مشقت و دهشتی نافرمانی را چشیده بود. دیگر وقتی که خداوند امر کرد که باز روید و در همون دوزخ پرید، به یگان استحاله میگه آمده خودش انداخت. فیجعلها علیه بردا و سلام. وقتی خداوند بزرگ میبینه سرسپردگی او بنده را و میبینه که فرمان خدا را در حال اجرا کرد، میگه همون منطقه و همون موضعی را که او مرد خودش انداخته بود در داخل دوزخ به یک مکان خوش و به یک گلشن مبدل گردان، همچنانه که آتش نمرود از برای ابراهیم علیه السلام گلشن گردانده بود، یک جای سرد جای نعمت گرداندش. و یقوم الاخر فلا یلقی نفسه، اون نفر دیگه‌اش میگه در همون قعر دوزخ در بالای دوزخ ایستاده است، دو دیله میشوه، جرأت نمیکنه در همون لبی چیز گردنکش کج میسته. حضرت خداوندی با صداش میکنه ما منعک ان تلقی نفسک کما القی صاحبک. ای بنده گفت تو چرا نپریدی؟ آخه من شما را فرمان دادم و رفیقت کو پرید، تو چرا ایستاده در اینجا در لبی در لبی دوزخ؟ میگه با آب دیده، با ناله، با حزن با خداوند مراجعت کرد، گفت یا ربی اینی لارجو الله تعیدنی فیها بعد ما اخرجتنی. پروردگارا من امید میکشم که بعد اون که از دوزخ بیرونم کردی دیگه بر نگردونیم، همه خیل گناه ما ببخشی. حضرت پروردگار میگفت است لک رجاؤک، مادام که امیدت همین باشه از پروردگار پس به امیدت رسیدی، من ترا از آتش جهنم نجات دادم. فیدخلان الجنة برحمت الله تعالی. و هر رفیقی که در دوزخ می سوختن هر دش میگه به امر پروردگار وارد جنت کرده شدند. سبحان الله. آخی وقت این صفت پروردگار در نزد ما و شما میگویند، از زبان پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنویم، چگونه شیفته و شیدای الله ذوالجلال نشویم؟ چه جای مؤمنا به خدا قسم همین مشرکا به طریق باید شاید اگر الله شناسن همش ایمان میارن، همش رو به اسلام میکنن. خدا رحمت کنه شیخ عطار نیشاپوری را قصه میکند، غازی از کافر بس سرفراز خواست مهلت تا که بگذارد نماز. میگه جنگی تن به تن میرفت بین یک مسلمان و یک کافر، هر دو پهلوان. جنگای پیش با تفنگ نبود، جنگای پیش با شمشیر سینام بود. اگر به شرطی که دو رقیبی هم تنگ ور میخوردن کار به درجه میرسید که چند شبانه روز جنگ شو دوام میکرد. یک روز تا بیگاه جنگ میکردن با میگفتن که صحبت باقی با پگه دوام میدیم. وقتی که در شمشیر زنی هر دش یک مهارت داشته باشن جنگ خیلی دراز مدت میروه. خیلی جنگیدن به هم وقتی نماز شد، مسلمان با مشرک گفت که
اجازت میتی که من عبادت خدا را کنم. این نماز برای ما مسلمانان فرضی وقتی است، وقتش رسیده است. و او مشرک هم رخصتش داد، گفت برا نماز تا بخون با بیا انشالله دوام میتیم. چون بشد غازیش کرد، باز آمد جنگ هر دم بهش کرد. مسلمان رفت نماز خواند. این برای ما و شما درس عبرت است برادرها. هر چی را بهانه کرده نماز خدا را قضا میکنیم. مردک در حین جنگ جانش در کف دست، نماز در وقتش ادا میکنه. نماز میگه وقتی غازی خواند آمد باز الله اکبر گفته جنگ دوام داد. بعد کافر را نماز زان خیش مهل خواست، او نیز بیرون شد زی پیش. گوشه بگزید کافر پاکتر، پس نهاد او سوی بد بر خاک سر. همون مشرکا و کافرها هم یک عبادت دارن بخچو، چیزی را عبادت میکنن. شاید بت عبادت کنن، شاید آتش عبادت کنن، شاید گاو و خر عبادت کنن. میگه این مشرک هم وقتی همون عبادتش که رسید گفت جورا که ترا منم مهلت بتیده، منم عبادت ما انجام بتم. و وقتی رخصت گرفت از جای پاکیزه و تازه تر یافته، سرش در نزد همون بتش میگه گذاشت. غازیش چون دید سر بر خاک راه، گفت نصرت یافتم این جایگاه. غازی نگاه کرد که کافر سرش در خاک مونده است، گردنکش کش، همین آماده به مرگ است که گفت خدا داد. این خیلی مومنت دیگه هیچ وقت نمیاد. خدا داد دستم. خواست تا تیغ زند او را نهان، شمشیر را کشید آزاد از کفا اومد. غازی گفت میزنم سر شاید بدنش جدا میکنه به همین جانم خلاص. کی میدونه آخر این جنگ چی بشود؟ خداوند همین امکان برام داد است که استفادهش برام. خواست تا تیغ زند بر وی نهان، هاتفش آواز داد از آسمان. ای و اوف العهد بر ناخوانده، گشته کج بر عهد خود نامانده. چون نکویی کرد کافر پیش از این، ناجوان مردی مکن تو بیش از این. همین او قصدی ضربه زدن داشت که یک صدای میگه از آسمان آمد در گوشش که ناشگرید شود توار غازی را که تو مسلمانی مگر سخن پروردگار و امر پروردگار را فراموش کردی. و اوفو بالعهد این العهد کان مسئولا، با عهد و وفاداری کنه ای بنده های خدا. فردا روز قیامت از این عهد و پیمان شما پرسیده می شوه. او وقتی که یک کافر جوان مردی کرد، در قولش استوار ایستاد، تو چرا نامردی میکنی؟ ناجوان مردی مکن تو بیش از این. او نکویی کرده تو بد میکنی، با کسان آن کن که با خود میکنی. ای مسلمان نامسلم آمدی، در وفا از کافر کم آمدی. حیفی مسلمانیت گفت نخواد در عهد وفاداری تو قد یک کافر نباشی. همون کافر وفا کرد، تو میخواهی که عهد بشکنی. رفت غازی زین سخن از جای خیش، در عرق گم دید سر تا پای خیش. بیچاره غازی را لرزه گرفت. وقتی صدا را ای عثمان شنید تلخش کف دیگه در لرزه و در گریه افتاد. کافرش چندید حیران مانده، تیغ اندر دست گریان مانده. گفت گریان از چی؟ کافر گشت نگاه کرد که در بالای سرش مسلمان با شمشیری برهنه ایستاده است و گریه داره. گفت گریان از چی؟ برگفت راست که زمان کردند از من بازخواست، بے وفا گفتند از بهر توام. این چنین نالان من از قهر توام. گفت خانه سوخته برای تو گریه میکنم، از روی تو بدبخت خداوند متعال بے وفام گفت به عهدت وفا نمیکنی. تنبیه و مذمتم کرد. گوش کرد این قصه کافر آشکار، نعره زد بعد از آن بگریست زار. گفت جباره که با محبوب خیش، از برای دشمن مغضوب خیش. از وفاداری کنه چندین خطاب، بے وفایی چون کنم من بی حساب. پروردگاره که گفت با یک محبوب خودش، با یک غازی راه خدا، به خاطر یک کافر اینقدر عتاب میکند، اینقدر سختگیری میکند.
مرگ من که بندگی خدا را دعوا کنم و عبادت خدا را نکنم، در پیش بتها سجده کنم. عرضه کن اسلام تا دین آورم، شرک سوزم شرع آیین آورم. برادر گفت اسلام عرضه کن، چی نو مسلمان شوم؟ کلمه را عرضه کن منم مسلمان میشم. ای دریغا بر دلم بنده چنین، بخبر من از خداوند چنین. سبحان الله. اگر به شرط هر کدام ما و شما از نکویی پروردگار، از رحمت پروردگار، از عطای خداوندی به طریق کامل واقف شویم، به خدا قسم همه شیفته و شیدای خداوند میشه. همچنین محفل مولود نبوی مکان است که معرفی رسول الله صلی الله علیه و سلم در نزد امتان کرده می شود. قسم به خدای جبار، اگر شبانه روزی در یک شبانه روز 24 ساعت شکرگزاری نعمت الله کنیم، فقط شکرانه آنه که ما و شما را امت رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند خلق کرده است انجام داده نمیتونیم. هرگز. یک پیامبری مهربانه که زندگیش هم برای ما مایه خیر رحمت بود، حتی همین وفاتش هم برای ما و شما مایه خیر رحمت است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بزار روایتش کرده است با اسناد جید، با روایت از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، حضرت میفرماید حیات خیر لکم و موت خیر لکم. امتانی سربلندی من، حیات من برای شما مایه خیر رحمت است و مرگ من نیست برای شما مایه خیر رحمت است. چرا؟ اما حیاتی فاسن لکم سنن. حیات من با او خاطر برای شما مایه رحمت است که من برای شما سنت بیان میکنم، شریعت می آموزانم، طریقه زندگی را از برای شما تعلیم میتم. امروز ببینه هر ساحه را نگاه کنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین نصیحت کرده است. خواه معاشرتی با اهل خاندان باشد، خواه معاشرتی با حق همسایه باشد، خواه در سر دسترخوان باشد، از برای خدا در سر دسترخوان چی نو شیشتن در کار، طعام چی نو خوردن در کار، همه همیو را یک پیامبر صلی الله علیه و سلم خوایده و در دهن ما و شما گذاشته است. البته که حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما مایه خیر و رحمت است. و اما موتی فان اعمالکم تعرض علی. مرگ من چرا برای شما مایه خیر و رحمت است میگوید حضرت صلی الله علیه و سلم. عملهای شما ای امتان در عالم برزخ در نزد من عرض کرده می شوند. فلانی فلان کار کرد، فلانی فلان کار کرد، همه همیو را در نزد من یک میارن، حسابات میتن. فما رأیت منها حسنا حمیدت الله علیه. اگر دیدم که عملی خوب است، عملی نیک است، مرد مسلمان همت کرده است، مثل برادر ما ایشان اسلام الدین خدا برکتش بده، مرد مسلمان خدمت میکنه مثل ایشان ویسیدین خادما که امروز خدمت ما و شما را کرده است. مرد مسلمان در محفل خیر نشسته و ذکر خداوند و پند نصایح پیامبر صلی الله علیه و سلم گوش کرده است. اگر گفت از این چیزا وقتی واقف شدم شکرانه خدا میکنم، حمد خدا را میگم که پروردگار خیل ملت سربلند و امتی سربلند نصیب من گردانده است. و ما رأیت منها سیئا استغفرت الله لكم. اما اگر دیدم که یگان امت کاری ناجا کرده است، کاری ناخوب کرده است، کسی را رنجانده است، غیبت کسی را در غایبش کرده است، عمل کرده است که عمل شنیع است، پیش خداوند متعال میگه طلب استغفار میکنم که پروردگارا همه یکی از امتهای من است، خطا کرده است، خدایا تو ببخش، تو غفور و رحیم هستی، پروردگارا ببخش. حتی در عالم برزخ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم طلب استغفار کمبودی و نقصان ما و شما را میکرده است. بله، چه غم دیوار امت را که دارد چند تا پشتیبان، چه باک از
از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. اما مرد مؤمن باید یک ذره اندیشه کند که او وقتی که عملها را پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم عرض میکنند، همین کمبودی و نقصانایی که در زندگی همه روزه ما جا داره، آخه شرم نمیداری فردا روز قیامت با کدام چشم به پیامبر صلی الله علیه و سلم نظر میکنی؟ نزد حضرت بگذار که حضرت رحمت عالمیان است، بگذار که پیش پروردگار طلب مغفرت میکنه. اما وقتی که شخص گناهگار است، رفتار ناجا و شنیع کرد، عیب داغش در اسلام ماند، فردا روز قیامت به کدام رو میره که یا رسول الله من طلب شفاعتی تر دارم، یا رسول الله من امتی تو هستم؟ شرم نمیداری؟ خجالت نمیکشی؟ گیرم که به عوف در گذارد همه را، آن شرم که دیده از چی کردم چی کنم میگه بزرگ. برای برادرای عزیز، هر وقت کار میکنیم خوب اندیشه کنید، از همین کار ما الله آگاه است، از این کار ما رسول الله صلی الله علیه و سلم آگاه کرده می شود. این خبر به حضرت می رسونند. آخه مرگ من که فردا روز قیامت در پیش و چی میگم؟ بالفرض مردم ندیدن پوشیده کردم، اما آخه از خدا پوشیدش نمی شود، حتما نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض کرده می شود. و بسیار خواهش میکنم برادرای عزیز، چیزی را شنیدیم به اهل خاندانمون برسانیم، به فرزندان برسانیم. و مرد مسلمانی واقعی دائم فرزندش تاکید میکنه بچه جان من برای تعلیم تربیت تو سعی تلاش میکنم، کار نکنی که پگه در پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم من خجالت زده بشم، کار نکنی که برای شرمنده و رسوا کنی. زیرا حضرت گفت کلکم مسئول عن رعیتی، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. هر کدام شما پدرای محترم، شما چوپان و پاسبان هستی و فردا مسئول هستی در پیش خدا و پیغمبر. از رعیتت پرسیده میشوی، از رفتار و کردار فرزندات پرسیده میشوی، از رفتار و کردار خاندانت پرسیده میشوی. مرد مسلمان واقعی همیشه همین را باید به فرزندان تاکید کنه. در همین صورت امکان داره که فرزند صالح قابل نامبردار انشاءالله تربیه یافته و به کمال برسد. حضرت دوم محمد الله الحل صحبت میکرد از اقبال لاهوری، خیلی از مولانا اقبال لاهوری خیلی سخنهای بسیار با مورد زیبا و شیرین نقل کرد. همه علامه اقبال لاهوری خود به خود اقبال نشده است. خداوند برای اقبال پدری صالح مادری صالحه را داده بود، سعی تلاش میکردن که فرزند مسلمان به کمال برسه که الحمدلله رب العالمین امروز اقبال میگیم. ببینه دیلمو میکشاید، امروز اقبال میگیم، افتخار میکنیم که محمد اقبال لاهوری به زبان مادری ما شعر گفته است، اگر چند در هندوستان زندگی میکرد. حضرت یک قصه ترجمه حالی دارد. قصه میکند که سائل مثل قضای مبرم بر در ما زد صدای پیهم، از غضب چوب شکستم بر سرش، حاصل دریوزه افتاد از برش. یک گدا میگه یک تلبنده اومد میگه در خانه ما را سحر بر وقت کوفتن گرفت، نه خواب قیلولم برده بود، اومد زد ای خواب بیدارم کرد. از بس که جوان بودم، جوان خچه کنترل کردن نمیتونه، با خشم غضب اومدم میگه هم یک چوب گرفتم در سرش زدم، یک عصا را سرش کفوندم. عقل در آغاز ایام شباب می نبشناسد ثواب از ناثواب. از مزاج من پدر افسرده گشت، لاله‌زاری چهرهش آزرده گشت. از مزاج من پدر آزرده گشت، لاله‌زاری چهرهش افسرده گشت. گفت فردا امتی خیر الرسول جمع گردد پیش آن مولای کل. میگه وقتی پدر رفتاری مرا دید چنان آزرده شد مسافد، فریادم کرد بچه جان اینجا بیا. فردا روز قیامت امتان محمد صلی الله علیه و سلم در اطراف مولا جمع شوند. غازیان ملت بیضای او،
حافظان حکمت رعنای او، هم شهیدان که دین را حجتند، مثل انجم از برای امتند. زاهدان و عاشقان دلفگار، عالمان و عاصیان شرمسار، از هر جانب میگه امتان محمد صلی الله علیه و سلم نزد حضرت می آیند. همه به امید طلب شفاعت، یک طرف عالما، یک طرف قاری ها، یک طرف زاهد ها، یک طرف بعضی گناهگارا با خجالت شرمساری و گردن کج. در میان انجمن گردد بلند، ناله های این گدای دردمند. همون وقت اینمی گدایی که تو زدی سر شکفاندی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بروی و بگه که یا رسول الله، اینمی شیخ ریش سفید ابیض شهر فرزندی خچ تربیه کرده نتونست، امروز به گردنی بلند ایستاده است و فرزندش زد سری منو به یگان گناه کفان. در میان انجمن گردد بلند، ناله های آن گدای دردمند. ای صراطت مشکل از بی مرکبی، من چی گویم چون مرا پرسد نبی. خداوند گفت گذشتن پول صراط برات مشکل بگردانه که اگر حبیب خدا از من سوال کنه من در جوابش چی میگم. حق جوانی مسلم با تو سپرد، کو نصیب از دبستانت نبرد. از تو این یک کاری آسان هم نشد، یعنی این انبار گل آدم نشد. مردم قوم و ملت ها را حضرت بگه تربیه میکنن، قوم ها را تعلیم تربیه میتن. از تو خورترین کاری حتی واقع نشد. همین فرزندی تو یک خاکی خنک بود، هم تا یک خلطه خاک ماند. اندک اندیش یاد داره پسر، اجتماع امت خیر البشر. باز این ریشی سفیدی من نگر، لرزه بیم امیدی من نگر. بچه جان گفت هر وقت کاری را میکنی پیش از انجام دادن کار اول خوب اندیشه کن که فردا حتما همین روز میشوه. همه در اطراف محمد صلی الله علیه و سلم جمع میاییم و همه در اوجه در خجالت میمونه کسایی که مثل تو عملهای ناهنجار کرده باشه. آخی من از یکون فایده و منفعت تا الحال ندیدم، لااقل خاطر ریشی سفیدم همین لرزه بیم امیدم همین کارای ناجور نکن، از خدا بترس. با پدر این جوری نازیبا مکن، پیش مولا بنده را رسوا مکن. الله اکبر. خدا کنه که ما و شما را من خیلی پدر باشیم، خدا کنه که ما و شما را من خیلی فرزندا را نصیحت کنیم. انشالله جامعه دیگرگون می شود. مرشد رومی چه خوش فرموده است، آنکه یم در قطره اش آسوده است، مکسل از پندی رسول ایام خیش، تکیه کم کن بر فن و برگام خیش. از مقام او اگر دوری استی، از میان امت ما نیستی. هاشتا در سرت بگی بنده خدا دعوای امتی میکنی، اگر تا از مقام محمد صلی الله علیه و سلم دور باشی، اگر بس سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم آراسته که نباشی، تا از میان امتی ما نیستی. لست من نگویدد مولای ما، وای و ای وای ما، ای وای ما. خدا کنه که ما و شما فردا روز قیامت الصلاة و السلام علیک یا رسول الله بگیم، وای ما نگیم. خدا کنه که این محفل خیر ما یک محفل تعلیم باشه که شنیدگی ها را در یاد بگیریم و برای اهل بیت فرزندا و قوممون برساند. خدا کند که خود را به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم آراسته گردانیم. خداوند این محفل خیر، محفل نورانی را برای اهل اخواندان، برای شرکت کنندگان محترم، برای اهل این محله مبارک گردان و فردا روز قیامت به خاطر اظهار محبت هایی که داریم، اگر چند خورد است، اگر چند طفلانه است، پروردگار را همنشینی و صحبت علمای رسول الله صلی الله علیه و سلم برامون نصیب و روزی گردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب العالمین.
در مهمانی ما و شما اهل علم و دانشمندان و قاری‌های زیاد حضور دارند. از آن جمله یکی از علمای مشهور جمهوری ما و شما که برادرمان اکای داملا محمدالله در اینجا حضور دارند، سخن تبریکاتی را به حضرت می‌دهیم. مرحمت کنید. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات